سلام دوستای گلم، از دست برنج های مخلوط امروز هویج پلو رو داریم. لایک یادتون نره. سینه مرغ، هویج رنده شده، پیاز، نمک، زردچوبه و ادویه پلویی، عرق هل و گلاب از هر کدوم یک قاشق غذاخوری، شکر اگر دوست دارید غذاتون کمی شیرین باشه، برنج خیس خورده. مرغ ها رو به صورت نگینی ریز میکنیم. پیاز رو با دنده ریز رنده میکنیم، سرخ میکنیم و زردچوبه رو به آن اضافه میکنیم. پس از سرخ شدن مرغ های نگینی رو بهش اضافه میکنیم و اونها رو حسابی در پیاز سرخ میکنیم. بعد از اینکه مرغ‌ها کاملا تفت خورد و نیم پز شد، هویج‌های رنده شده رو بهش اضافه کنید. اونا رو کاملا مخلوط کنید تا مزه هم رو به خودشون بگیرن. حالا شکر رو اضافه می‌کنیم. البته شکر اختیاری. و الان باید ادویه پلویی رو بهش اضافه کنیم. آب برنج رو میذاریم تا به جوش بیاد. نمک اضافه می‌کنیم. عرق هل و گلاب رو هم به مواد میانی اضافه کرده. اگر مرغ پخته نشده بود نصف لیوان آب جوش به اون اضافه میکنیم تا بپزه. تعدیق مورد نظر رو میذاریم و برنج صاف شده، مواد میانی، در قابلمه میذاریم تا برنجمون دم بکشه. اینم از هویج پلوی خوشمزه ما. کنار ماست و خیار عالیه.